رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احب العباد الی الله تبارک و تعالی انفعهم لعیالی گفت. ببینین همین بین این جمعیت خانه حاجی قدرت الله ده اگر 100 کس باشین، کدام تو از جمله آن بندگان هستی که خدا دوستت می‌دارد؟ ولی کسی نمی‌دانیم که کدام ما می‌دانیم که ما را خدا دوست می‌دارد یا نمی‌دارد. حبیب خدا گفت نشانه دارد آن کسی را که خدا دوست می‌دارد، نشانه دارد. شما می‌توانید که او را با واسطه همین نشانه شناسید. گفتن کیست ای پیغمبری خدا؟ حبیب خدا جواب دادند آن کسی که با زن خود معامله خوب دارد. ببینین وقتی شما در زندگیتون معامله خوب دارین، وقتی با زنهای خودتون داد و گرفتی خوب دارین، تبسم دارین، نشست دارین، گویم شوخی دارین، خداوند شما را مورد محبت خود قرار میداده.